خب سلام علیکم بچه‌ها. درسی نوبتی ما است، یعنی درسی هشتمی ما است. اویدی برنامه‌ای اکسس. در این درس ما با شما یکی از ساختارهای دیگری این را دیده می‌بریم که خب نام دارد زاپروس. زاپروس ها را در این درس ما دیده می‌بریم. زاپروس خودش چیست و اون را چقدر استفاده برده میشود در اینجا می‌بینیم. مثال برای این که ما توانیم فهمیده توانیم جدولی چقدر اینها کار میکنند و اکنون همین خیلی یک بازه خالی میسازیم. در جای کد ما مینویسیم مثال رمزی پرونده شخصی شما میتوانید دیم خواه چیز مانید این را خب با رژیم کنسترکتور وارد میشویم. استوچیک درست است. در اینش مینویسیم مثال نصب در این باشد نام در اینجا نامی پدر. خب در این آخرینش سنه تولد خیلی که میشود بچه ها با اینجا با دقت باشین. در رمز پرونده شخصی تیپ در نخ را ما از چوچگی انتخاب کردیم. کاراتکی تکست. خب نصب کاراتکی تکست، نام هم کاراتکی تکست، نامی پدرش هم کاراتکی تکست. خب سنه تولد را از اینجا باشد ما انتخاب میکنیم. وریمیا داته وریمیا رو یعنی این سنه میشود. در همین قسم پایانی بچه ها اگر شما اهمیت داده باشد اتورجات دیلیا دات نویسنده شده است. ما از اینجا این را هم تغییر میدهیم، یعنی کدام سبب ما این را تغییر میدهیم؟ سبب در آن است که اگر ما این را تغییر ندهیم بس کنترل هم میموند. خب برای همین ما این را کمتر تغییر ما از اینجا میشود که در قسمت بالایی اگر با بالای همین داتا رو پخش میکنیم در اینجا با قسمت بالایی فرمت پول ما میگیریم. از اینجا کراتکی فرمت داتی رو انتخاب میکنیم خلاص میشود بسای با همین قدر. خب با قسمت بالای رمز پرونده علاقه کلوچه های پول انتخاب شده است. با هر حال ما باز با بالای اون یک اکبر پخش میکنیم. چقدر کنیم در راست یعنی رمز پرونده شخصی کلوچه های پولی میشود و این قسمت اگر بذاریم در اینجا دا صاف بدن این ایندکس را پول ده صاف بدن نپسکیت باید انامین علامات مونده شود. خب از اینجا میگم دا صاف بدن ندپسکیت این بود یکی از جدول یکمی ما. خب این را ما ثبت میکنیم. وقتی که ثبت کردیم ما باز میگردیم با رژیم تبلیت. شاید که میبینید علاقه اینها پیدا شدن. نصب خب جای برای نام خب در اینجا نامی پدر از اینجا باشد سالی تولد. در اینجا ما برای نقل میشدن یک 10 نام رو می نویسیم. در وقت نوشتن یک 10 نام من این رو در پاوزا میمونم. بعد از اون باز دوام میدیم برای که وقت رو کمتر گیرد. خب بچه ها چقدر که میبینیم من در اینجا 7 نام نویسندم. یعنی این از چی سبب است که من اینها رو نویسندم 7 نام رو. خب این جدول یکمی ما بود. اهمیت داده باشد اینجا من نام های یعنی تقریبی این با یکون شخصون تعلق ندارم. همین خیلی نویسنده موندم. نصب جدا، نام جدا، نامی پدر و سنه تولد. این خیلی از روی خودم چیزی که من نویسندم 7 برای نمونه شدن من در اینجا 2 تا فامیل یک خیلی نویسندم، یعنی یک تا در یکم و یک تا دیگرش در هفتم می باشد که اینو من نویسندم.
یک جدول دیگر میکشویم با همین وابسته. خب این رو سخنی میکنیم جدول رو. جدول دومی رو این رو هم با کنسترکتور وارد میشویم. در اینجا این رو ما می نویسیم. خب جدول دو. اوکی. در اینجا همین چیزی که نویسنده بودیم همون ها رو می نویسیم. رمزی شخصی. خب stretching می استد خودش. این علاقه با طرز اتوماتیک کلید میدان مانده شده است. دوم نصب. خب وقتی بچه خب نامی پدر سنه تولد سالگی تولد. از اینجا مدل رو انتخاب میکنیم. داتا ایبرینیه فرمات کراتکی داتا در stretching olmadan sıfırını ne de pускается درست است. میره سخنی میکنیم. در این هم باز میگردیم با رژیم تابلیت. در این هم یک چند نام نصب رو من زیر وارد میکنم. وقتی پاوز آدم مونده شما هم همین کار رو کنید. خب یکم فامیلی که با فامیلی های پیشتر علاقمندی داشته باشد، یعنی یکم فامیلی گذارید که در پیشتر موندگی باشد، بعدا باز دوام میدیم. خب بچه ها چخیلی که اهمیت دادستیم ما در اینجا باز یک فامیلی قریف دیگر گرفتیم که در این خیلی خب موندیم. آن اکنون هر دو این ها رو ساختنی کردیم. چخیلی که میدونیم جدول یک و جدولی دو داریم. اکنون چخیلی این ها رو با یک دیگر پیوست کنیم. با سازدن یک وارد میشویم. مستر زاپروسوف هست، باز هست کنسترکتور زاپروسوف. ما با کنسترکتور زاپروسوف وارد میشویم. چخیلی که میبینیم زاپروسی هست جدول یک و جدول دو. جدولی که داریم هر دیگرشون هست. این رو دبایید میکنیم. بعدا باز اینش رو دباییدش میکنیم. هر دوی جدول های ما نکه دبایید شد. اون رو ذاکرید میکنیم. قسمتی بالایی پول دارم. ما همه اینها رو بگیم رمز پرونده شخصی رو خب در دیم باشد. همون جدول یک رو انتخاب کرده می رویم. نصب نام از اینجا می گیریم. نامی پدر در اینش باشد. خب سانه تولد. چرا که میبینیم این یه تبلیت در اینجا که جدول یک جدول دو آورده شده است که همین جدول یک رو انتخاب میکنیم. در همین نصبی که شما میبینید اسلوب اتبارا در اسلوب اتبارا بنویسیم مثال. خب در همین چقدر که میبینید اسلوب اتبارا دا ما بنویسیم مثال خرای. یعنی خرای رو که نویسیم یعنی ما گفته استدیم که با ما که در کراست خرای همین که نویسیم باز اینجا دعوت میکنیم. خب در اینجا باشد علاقه ما با دویوم میگذاریم. خب جدول دویوم رو نصب. خب نام نامی پدر. خب در اینجا باز همون سانه تولد. خب در اینجا نصب در جدول دو هم باز می نویسونیم. خب یکی از اونها ما علاقه نویسنده این تانون. خب این رو ما سخنید میکنیم. بله
برنامه. خب چیزی که نویسیم دیگه در اختیار خودمون است. من باشد این رو می نویسنم. zaпрос یک خودش چقدر میرم صفحه میکنیم. من اکنون شما چقدر که میدانید ما با این zaпрос یک از این طرف پیدا می شود. اولا این پخش میکنیم. حالا که شما در اینجا چقدر که اهمیت دادید بچه همه اون فامیله هایی که ما با کارک نویسنده بودیم اونها رو برآورد. بعضی جایی ها دوباره آنها رو تکرار با تکرار برآوردن. از این سبب است که ما جدول دو جدول یک داشتیم. برای همین اگر ما یک جدول رو انتخاب میکردیم مثال جدول یک رو اینقدر تکرار با تکرار نمیبرآورد. خب برای همین در اینجا کمتر خطایی شد. هیچ گپ نیست. میتونیم zaпрос رو حلش کنیم، تغییر دهیم و اون رو اصلاح کنیم. خب با این بود بچه‌ها درس این روزه ما جدول سازی و zaпрос از یک جدول چقدر با جدول دیگر نمی در گروه گفته باید سراغ فنیش گفته گیریم. سربلند خانه باز باشید.